من معتقدم که تو نباید از سلاح هسته‌ای استفاده کنی. با این موضوع که مشکل نداری. 100 بار گفتم نه دیگه. همش تکرار میکنه. ایران نباید خلیج فارس داشته باشه، این هم بهش بگو. بذار اول شرط ما رو قبول کنم. شما باید یک تعهد محکم به ما بدین که روی این قرارداد پا نمیذارید. با دست حرف نزن یاره خنک. نه خب من که با دست که ولی خب نگاه کن، اگه تحریما رو ور نداری خشلتی تو پرچم میگردم کلت میکشم. او خلیج عربی رو بگو دیگه، خلیج عربی، الخلیج عربی. این اسکول پلش چی میگه دیگه وسط؟ راستی دونگی چایک خوردنه کی ما بزن؟ وات؟ دونگ یه چیه؟ منظورت به چی نه؟ دونگ چیه؟ همین چایایی که اینجا کوفت کردنه کی میخواد پولش حساب کنه؟ اصلا خودم میگم در ضمن یکی از شروط آمریکا اینه که ایران دیگر خلیج فارس ندارد، خلیج شد خلیج عربی، خلیج العربیه، خلیج العربیه. ها؟ این بوغلمون الان چی گفت؟ نه اگه هم دیری یک دفعه دیگه ورگو دیگه نگاه کن نداشتم دیگه. آمریکا نگاه کن نداشتم. تو سوسمار خور ملخ خور بیا این خلیج عربی تو بگیر. حال قشنگ هم میتونی از توش بخوری هم میتونی توش شنا کنی. اینو بگیم ما تو آمریکا هم تو تحریمات و هم توی مذاکرات گم رو فقط ای بمیری تو عربستان با این خلیج عربی. ای تو فقط بمیر. خب چیکار کنم؟ الخلیج العربیه میخوام، الخلیج العربیه میخوام.